سلام رفقا، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمتون هستیم با بررسی و حل تحلیل سریع کنکور نوبت دوم تجربی 27 تیر 1404 کنکور امین امروز صبح. امیدوارم که بتونیم که تحلیل خوب و سریع رو داشته باشیم. بگم خدمتون که بیشتر میخوایم که حالت کلید و تحلیل بسیار سریع داشته باشیم برای اینکه بتونید یک دید کلی داشته باشید راجع به اینکه نتیجهتون به چه صورتی شده. یک، در ارتباط با تمام یا بخشی از لایه خارجی پرده جنب انسان کدام مورد درست است؟ توسط بخش جانبی اسکلت بدن؟ نه خیر، توسط بخش جانبی نیست. در مجاورت بنداره یا اسفنکتر انتهای معده است. بچه انتهای معده چه ربطی به لایه خارجی پرده جنب داره؟ پایین‌تره. به ساختاری اسفنجگونه و کشسان چسبیده است. اسفنجگونه و کشسان منظور ری است. اینجا گفته لایه خارجی، لایه داخلیش که به اون چسبیده. و 4، در نزدیکی استخوانی است که با کتف مفصل می شود. خب کاملا صحیح هستش. 2، با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره چشم انسان، یافته‌های گیرنده‌ای که در نور کم تحریک میشن نسبت به یافته‌های گیرنده‌ای که در نور زیاد تحریک میشن، یعنی استوانه‌ای و مخروطی، چه مشخصه‌ای دارند؟ خب در نظر بگیرید در هر گیرنده نور قطعه‌ای که میان محل هسته و محل قرارگیری ماده حساس به نور از قطعه داخلی و بخش حاوی ماده حساس به نور قطعه خارجی نامیده می شود. خب بچه گیرنده استوانه‌ای نسبت به مخروطی چه ویژگی داره؟ خب حالا بخش خارجی میگه ماده حساس به نور، ماده حساس به نورش بیشتره، پس بخش خارجی بلندتری داره. سوال 3، کدام مورد نادرست است؟ واتسون و کریک با بررسی نقاط تیره در مرکز تصویر حاصل از پرتو ایکس مدل مولکول. نه خیر دیگه، خیلی واضحه که این کار واتسون و کریک نبود، کار ویلکینز و فرانکلین بود. جواب گزینه 1. مطابق با اطلاعات کتاب درسی در خصوص یافته‌هایی که قادرند ماده اصلی ایجاد کننده علائم شایع حساسیت را تولید کنند، ماده اصلی ایجاد کننده علائم حساسیت شما رو باید یاد چی بندازه؟ یاد هیستامین بندازه. کی هیستامین رو تولید میکرد؟ ماستوسیت تولیدش میکرد و بازوفیل تولیدش میکرد. حالا کدام گزینه راجع به این دوتا درسته؟ همه اونها درشت خار هستند؟ نه. همه اونها سیتوپلاسمی با دانه های روشن دارند، بازوفیل دانه هاش تیره است. فقط بعضی از آنها دارای هسته چند قسمتی هستند که خب حرف غلطی هستش. هسته چند قسمتی ما توی نه بازوفیل نه ماستوسیت نمیتونیم ببینیم. هسته چند قسمتی مخصوص نوتروفیله. فقط بعضی از آنها در شرایط طبیعی در بافت حضور دارند. بله، ماستوسیت در شرایط طبیعی در بافت حضور داره ولی بازوفیل در خونه. با گذشت زمان و طی سوال 5، با گذشت زمان و طی سالیان متمادی دو گونه میگوی هم نژاد در هر یک به صورت جمعیتی کوچک پس از ایجاد پدیده کوهزایی به وجود آمدند. با توجه به تعریفی که ارنست مایر از گونه ارائه داد، کدام مورد زیر میتواند درست باشد؟ همه عواملی که میتوانست جمعیت اولیه را از حالت تعادل خارج کند فعال ماندند که خب این قضیه غلط هستش بچه. آمیزش غیر تصادفی دیگه بین این دو جمعیت برقرار نموند. همه عوامل مؤثر در گونه‌زایی علل یا دگره‌هایی را به جمعیت افزودند. نه بچه ها، ما مثلا ممکنه رانش داشته باشیم، رانش علل رو اضافه نمیکنه. با گذر زمان عواملی باعث تداوم گوناگونی در جمعیت شدن. کاملا صحیحه. خط کتابتونه. امکان افزایش موافقت آمیز بین افراد دو جمعیت وجود دارد. آمیزش موافقت؟ نه، کوه داشتیم دیگه، این بین نمیتونستن با هم آمیزش بکنن. بعد از اون هم که دو تا گونه شدن، آمیزش موافقت آمیز معنی نداره. سوال 6، چند مورد زیر باعث ایجاد ادم در انسان می شود؟ شما باید یادتون باشه ادم کی زیاد میشه؟ یا فشار اسموزی بیاد پایین یا فشار تراوشی بره بالا. هر کدوم از اینها اتفاق بیفته ادم به وجود میاد. الف، برداشتن گره ها و رگ های لنفاوی زیر بغل. با این کار ما مقدار گره ها و رگ های لنفاوی بیاریم پایین، مقدار لنف رو میاریم پایین و ظرفیت پذیرش رو میبریم پایین توی لنف ها و مایع به محیط اطراف میریزه، پس ادم میده. به وقوع واکنش التهابی شدید باعث این میشه فشار تراوشی دیواره عروق از بین بره، حجم زیادی از خون خارج بشه. جیم، نارسایی دریچه لانه کبوتری پا، خون جمع میشه میره بیرون. ورود کرم‌های انگل به داخل رگ‌های لنف. بله، هر اختلالی در سیستم لنفی میتونه باعث ادمی آورم بشه. جواب گزینه 1 4 مورد. 7، در ارتباط با یکی از پرده‌های جنین که به دیواره رحم انسان میچسبد کدام مورد را میتوان بیان نمود؟
یک، خون جنین مستقیما از رگ‌های آن خارج و به درون حفره‌های اطراف زوائد انگشتی وارد می شود که خب کاملا غلطه. خون مستقیما خارج نمیشه. منشأ آن یافته‌هایی که فرآیند جایگزینی توسط اونها انجام شده کاملا صحیح. یافته‌های تروفوبلاستی منظورشه. حاوی رگ‌هایی است که خون مادر هم در آن جریان دارد. خیر، باعث فعالیت جسم زر تا انتهای دوره بارداری می شود. تا جسم زر تا انتهای دوره بارداری نیست دیگه، جفت میاد کارش انجام میده. سوال 8 میگه که کدام مورد زیر در ارتباط با جلبکی قهوه‌ای نادرست است؟ حواستون باشه آغازیه، حواستون باشه فتوسنتز کننده است. این دو مورد رو حتما حواستون باشه. یک، یا جایگاه‌های همانندسازی بسته به نیاز جاندار قابل بله یوکاریوت میتونه همچین کاری بکنه. دو، دقت بالای همانندسازی دنا منحصراً به توانایی ویرایش دنا بسپاراز وابسته است، نه لزوما همه اینها، حتی خود اون دنا بسپارازی که میاد میذاردش کنار هم موثره. و جواب گزینه 2 هستش. سوال 9 در انسان کدام عبارت در ارتباط با اندام‌های دستگاه گوارش موجود در شکم درست است؟ یک، فقط بعضی از اندام‌هایی که میان بند یا دیافراگم نزدیک هستند میتوانند نوعی. بچه‌ها اندام‌های دستگاه گوارش موجود در شکم حواستون باشه، معده هست، بخش انتهایی مری هم هست، حواستون به اینها باشه. حالا فقط بعضی از اندام‌هایی که به میان بند یا دیافراگم نزدیک هستند میتوانند نوعی ترکیب یونی بسازن. نه بچه‌ها همشون میتونن ترکیب یونی بسازن. معده میتونه، مری میتونه، مخاط میتونه بسازه، پس یون میتونه بسازه، کبد هم میتونه، فقط بعضی غلطه. دو، هر اندامی که توانایی تولید نوعی پلیساکارید ذخیره‌ای را دارد، پلیساکارید ذخیره‌ای گلیکوژن باید بیاد به یادتون که کبد هستش. نوعی آنزیم را به شیره گوارشی می‌افزاید. بله، کبد صفرا رو تولید میکنه و این رو انجام میده. آنزیم اضافه صفرا رو تولید میکنه که در داخل صفرا ما آنزیمی نداریم. هر یاخته از اندامی که توانایی تولید بیکربنات را دارد، کیا تولید بیکربنات رو میتونن انجام بدن در درون شکم؟ بچه معده میتونه انجام بده، روده باریک و 12 هم میتونن انجام بدن. نوعی گلیکوپروتئین سازنده ماده مخاطی رو تولید میکنن. بچه گلیکوپروتئین و لوزالمعده هم میتونه، که این جمله راجب لوزالمعده صحیح نیست. لوزالمعده توانایی ساخت ماده مخاطی رو نداره. و 4، فقط بعضی از اندام‌هایی که به ماهیچه‌های حلقوی جهت تنظیم عبور مواد دارند میتوانند نوع آنزیم گوارشی ترشح بکنند. کاملا صحیح هستش. خب عرض به خدمت شما، حالا اینو چرا رد میکنیم؟ چون مری این وسط ماهیچه حلقوی رو داره، تنظیم عبور مواد و فلان اینا، ولی آنزیم گوارشی ترشح نمیکنه. 10، مطابق با اطلاعات کتاب درسی در تنه استخوان بازوی راست به غیر از مجرای مرکزی استخوان مجاری دیگری وجود دارد که محتوای رگ‌های خونی و لنفی. کدام مورد درباره این مجاری درست است؟ خب 1، همه آنها با تیغ‌های استخوانی مجاورت. بله، هر چیزی که اونجا تو اون مجاری وجود داره، مجاری هاورس، با تیغ استخوانی مجاورت داره. فقط بعضی از اونها حاوی مجموعه از رشته‌های عصبی هستند. نخیر، همه اونها حاوی یافته‌های چربی مقادیر فراوان یافته‌های بنیادی میلوئیدی همشون چرا چربی داشته باشن؟ و فقط بعضی از اونها دیواره یا جنس بافت پیوندی دارن و به مجرای استخوان مرکزی استخوان نیز موازی هستند، نه لزوما موازی نیستند. با توجه به اطلاعات کتاب درسی درباره تنظیم مثبت و منفی در باکتری اشتشیا کولای، کدام مورد درباره توالی‌های تنظیمی مؤثر در شورونویسی نادرست است؟ خب میگه چی؟ میگه که 1، فقط یکی از آنها در مجاورت نخستین ژن. بچه سوال من بگم بهتون راجع به چیه. مثلا منظورش اینه که اون توالی تنظیمیه که تو ژن هست، که مثلا تو یکیش میشه جایگاه اتصال عامل مهاری و تو یکیش میشه عامل افزاینده و فلان و اینها، اونا کجا قرار داد؟ فقط در یکی از آنها در مجاورت نخستین ژن است. بله، کاملا صحیحه. توی تنظیم منفی فقط مجاورت نخستین ژن. هر دوی آنها بر ساختار اول محصول آخرین ژن بی تأثیرند. خب کاملا درسته، ربطی به اون آخرین ژن ندارن هیچ کدوم. فقط یکی از اونها باعث می شود تا رناب اسپاراز اولین نوکلئوتید رمزه را در رشته الگو، به طور دقیق بچه‌ها نوکلئوتید رمزه در رشته الگو یعنی چی؟ رمزه توی رناست، پس نوکلئوتید رمز نه رمزه. پس جواب گزینه 3. سوال فوق العاده قشنگ کنکور 1404. در بخشی از کتاب درسی نمودار مزیت گروه زندگی گروهی نوعی جانور نشان داده شده است. چند مورد برای تکمیل عبارت زیر درست است؟ الف، این جانور و شیر کوهی اندام‌های همتا دارند. خب کاملا درسته. این جانور و پشه اندام آنالوگ دارند. بله.
این جانور و خفاش دیواره کامل بین دو بطن دارن، بله پستان دارن. این جانور و ملخ بخش حجمی در انتهای معده، بله معده کیسه معده، کاملا صحیح. جواب گزینه 4. 13 میگه که در خصوص شبکه هادی قلب یک انسان سالم کدام مورد نادرست است؟ 1. در حالتی که نیمی از دریچه‌های قلب بسته است ممکن است پیام الکتریکی از گره اول به گره دوم منتقل شود. بله منظور اینجاست، دقیقاً منظور این ناحیه است. پیام از گره اول به گره دوم داره میره و دریچه‌های دلزی بطنی بازم دریچه سینی بسته. 2. در زمانی که پیام الکتریکی از طریق گره کوچکتر در سراسر دهلیز منتشر می شود دریچه سلختی باز است. کاملا درست، همین الان توضیح دادیم. قبل از اینکه تمام دریچه‌های قلبی بسته شوند پیام الکتریکی در دیوار بین دو بطن منتشر شده است. بله اون لحظه ای رو میگه که قبل از انقباض بطن اول دریچه‌های دلزی بطنی بسته میشن، بعد دریچه‌های سینی باز میشن. در زمانی که پیام الکتریکی به سمت نوک قلب منتشر میشه، یعنی هنوز ما ضربان انقباض بطن رو نداشتیم، دریچه دولختی باز است. نه، دقیقاً در این زمان دریچه دولختی بسته میشه که آماده بشه برای انقباض بطن. جواب گزینه 4. ببخشید بچه‌ها من یه اشتباهی کردم. نه خب تو این منطقه باز دریچه دلزی بطنی و جواب گزینه 2 بود. حواسم به این نکته نبود که از طریق گره کوچکتر توی سراسر دهلیز پخش نمیشه، گره بزرگتر. جواب گزینه 2. سوال 14 میگه که فردی در ناحیه انگشت دست دچار مارگزیدگی شده است. جهت تسریع روند بهبودی به فرد حادثه دیده پادزهر سم مار تزریق شد. کدام مورد درباره وقایعی که در بدن این فرد درست است؟ بچه‌ها میخواد بگه چی؟ میخواد بگه آقا پادتن‌ها میرن به سم مار میچسبن، رسوبش میدن، از کارش میندازن. منظورشون پاسخهای ایمنیه. تهش رو بگم بهتون. 1. تعدادی از پادتن‌های غیر خودی درون یافته‌های فرد تجزیه میشوند. کاملا صحیحه، این از علت سم مار است. 2. تعدادی از یافته‌های دارینه‌ای خود را به گره‌های لنفی کف دست میرسانند. گره لنفی کف دست تعداد یافته‌های دارینه‌ای نه، ما الان پادزهرش رو زدیم دیگه، یافته‌های دارینه‌ای کاری نمی‌کنیم مثلا. تعداد زیادی از یافته‌های پادتنساز غیر خودی به تولید پادتن ادامه. آقا پادتنساز غیر خودی ما نداریم، ما داریم پادزهر سم مار، در واقع سرم پادتن آماده است، سلول پادتنساز نیست. و سم مار منحصراً به واسطه فعالیت سریع سومین خط دفاعی فرد خنثی میشد. نه، ما با پادزهر میتونیم خنثی‌اش بکنیم. سوال 15 با توجه به مطالب کتاب درسی کدام مورد زیرا میتوان بیان نمود؟ 1. در نمودار طیف جذبی رنگیزه های فتوسنتزی میزان دقیق عضوی تولید شده در محدوده 500 تا 600 نانومتر قابل مشاهده است. نه، میزان دقیقش قابل مشاهده نیستش. 2. حد اکثر جذب کاروتینوئیدها بیانگر بالاترین طول موجی از طیف فتوسنتز است که این رنگیزه ها در آن طول موج توانایی جذب رو دارن. نه، طول موجی از طیف فتوسنتز نه، اون طول موجی که اینا حد اکثر جذب رو دریافت میکنن. خب 3. بدون در نظر گرفتن مقدار جذب رنگیزه ها در هر طول موج از محدوده نور مرئی میزان فتوسنتز در این باز قابل ارزیابی است. بدون در نظر گرفتن مقدار جذب رنگیزه ها در هر طول موج از محدوده نور مرئی میزان فتوسنتز در این باز قابل ارزیابی است که کاملا صحیح، یعنی ایرادی من نمیتونم ازش بگیرم. و 4. طول موج حد اکثر جذب سبزینه A در دو نوع سامانه تبدیل انرژی یکسان است. ندیگیم پس چرا میگیم پی 680 پی 700؟ 16 میگه در خصوص فناوری‌های نوین زیستی کدام مورد زیر نادرست است؟ برای تولید گیاه پنبه مقاوم به آفت ژن مربوط به سم ابتدا در خارج از گیاه تقسیم فناوری دنبال گزینه غلطی مراقب باشید. ژن مربوط به سم ابتدا در خارج از گیاه تقسیم شد. کاملا صحیح. 2. در علم بیو انفرماتیک فرضیه‌های قابل آزمودن بدون نیاز به بررسی داده ها نه، با نیاز به بررسی داده ها هستش. 3. برای تشخیص بیماری ایدز خود 3 و 4 هم درسته دیگه، خوندن نمیخواد. 17 چند مورد در ارتباط با تنه چوبی شده درخت سیب صحیح است؟ الف هر دو نوع کامبیوم در تشکیل پوست درخت نقش اصلی دارند. درست. یافته‌های همراه در منطقه پوست درخت یافت می‌شوند.
کاملا درسته. در منطقه پوست بعضی از یافته‌ها به تدریج نسبت به گازها نفوذ ناپذیر میشن. منظور عدسک، عدسک ربطی به پوست نداره. در مجاورت پوست درخت یافته‌های به هم فشرده‌ای قرار دارن که به طور مداوم تکثیر میشن. جواب گزینه 3 هستش و دال هم به نظر من درست هستش. خب سوال 18 میگه که با توجه به صفت گروه خونی ABO خانواده ای را در نظر بگیرید که در آنها پدران فقط دارای خانواده هایی را در آنها پدران فقط دارای علیل آ و مادران آن برای نوعی دیگر هم داشته باشند. خب پس میگه پدر رو آ در نظر بگیر. تولد کدام دو فرزند در جمع فرزندان این خانواده محتمل است؟ مادر میتونه آب باشه، میتونه آو باشه و میتونه آ باشه. خب چون گفته نوع دیگر پس این رد. حالا میگه که یک فرزند دارای کربوهیدرات های آ و ب و فرزندی فقط دارای آ محتمل. فرزند دارای کربوهیدرات های آ و ب فرزندی فقط دارای ب نه ممکن نیست. فرزند دارای فقط ب ممکن نیست و از گزینه 3 و 4 رد. و گزینه 4 فرزند فقط دارای کربوهیدرات آ و فرزندی فاقد هم ممکن نیست چون پدر دوتا آ رو داره. پس جواب گزینه 1. سوال خیلی راحت. 19 طابق با اطلاعات کتاب درسی کدام عبارت پوشش دولایی تخمک گیاه کدو نادرست است؟ به یک گل ناکامل تعلق دارد. درسته. پس از انجام عمل لقاح باقی میماند. درسته. به طور کامل یافته‌های بافت خودش رو احاطه میکنن. غلطه. اگر خاطرتون باشه تو شکل کتاب یه قسمتی هست اینجا که پوست احاطه‌اش نمیکنه. سوال 20 مقدار مشخصی پپسین از بدن موجود زنده استخراج شده و به صورت خالص درآمده و فعالیت آن در محیط آزمایشی مورد بررسی‌های مکرر قرار گرفته. کدام عبارت در مورد این آنزیم صحیح است؟ 1. پیشماده هایی دارد که از نظر نوع، ترتیب و تعداد واحدهای سازنده میتواند متفاوت باشد. بله منظور آمین اسید است. تحت هر شرایطی حداکثر سرعت انجام واکنش نه و محیطش اسیدی نباشه. اینطور نیست. میتواند واکنش انجام شدنی رو فقط سریع میکنه. در محیط قلیایی میتواند به حد نه محیطش اسیدی پیچ مورد نیازش هم طبق متن کتاب 2 هستش. جواب گزینه 1. با توجه به بخش مورد نظر کدام مورد درست است؟ آوران، وابران و کلاف مویرگی رو داره بهمون نشون میده گلومرول که کدام مورد درست است. 1. بخش 2 همانند بخش 1 دیواره ای دارد که یاخته های پوششی آن با فاصله زیادی از یکدیگر قرار نه با فاصله کم. بخش 2 نسبت به بخش 1 میزان ماده دفعی نیتروژن دار عالی کمتر دارد. بخش 2 نسبت به بخش 1 میزان ماده عالی دفع نیتروژن دار عالی کمتر دارد. نه اینجا چیزی جایی نیست که ماده دفع عالی یا نیتروژن دار بتونه بره. و با انقباض بخش 2 جریان خون کلافک مویرگ کاهش می‌یابد که خب کاملا صحیح. حواستون باشه با بچه‌ها این شکل برعکس این آورانه این وابرانه. قاطیش نکنید. خاطر همینم بود گزینه 2 غلط بود. بخش 1 در ادامه کلافک گلومرول نه ساخته شد رفت. سوال فوق العاده قشنگ و سخت. مطابق با اطلاعات کتاب درسی در نوعی جانور بی مهره مویرگ‌ها در کنار یافته‌ها قرار دارند. با کمک آب میان بافتی تبادل مواد غذایی دفعی و گازها به انجام میرسه. کدام عبارت در مورد این جانور صحیح هستش؟ خب اولا بچه‌ها ما باید بدونیم که چه جانوری منظورش. منظور سوال کرم خاکی هستش. حالا گفته کدوم مورد همانند قورباغه از طریق شبکه مویرگی زیرپوستی کاملا صحیحه. همانند کرم کبد هر دو نوع دستگاه بله. همانند پلاناریا از بیمهرگان آزادزی محسوب می شود بله. همانند کرم بچه کرم کدو در لوله گوارش نداره. جواب گزینه 4. در خصوص عضله دو سر بازوی یک فرد سالم کدام مورد زیر درست است؟ الف از یک انتها به استخوان زند زبری متصل است صحیحه. از طریق 2 زردپی به ناحیه شانه اتصال دارد صحیحه. آنزیمی دارد که با استفاده از اکسیژن و کراتین فسفات کراتین میسازد غلطه. اغلب با اکسایش نوعی بسپار آمیندار انرژی مورد نیاز خودشون رو تأمین میکنن. اغلب با اکسایش نوعی بسپار آمیندار نه چه ربطی داره؟ خب و جواب گزینه 1. کدام مورد در مورد گیرنده های شنوایی گوش انسان نادرست است؟ اینا غالبا از ATP استفاده میکنن بچه‌ها.
و حواستون به این قضیه باشه. کدام مورد درباره گیرنده شنوایی گوش انسان نادرست است؟ به طور یک نواخت در لابلاهای بافت پوششی طور یک نواخت نیستند و جواب گزینه 1. 25 در کدام عبارت در خصوص زندگی گروهی زنبورهای عسل درست است؟ همه زنبورهای کارگر از تخمک بارور نشده ملکه از تخمک بارور نشده ملکه به وجود آمدند که ممکنه ماده باشن اینا در واقع و تخمک بارور شده باشه. 2 میگه که زنبورهایی که در جمع‌آوری شهد و گرده گلها نقش دارن ماده هستند. بله کاملا درسته، زنبورهای کارگر ماده‌اند. زنبورهای یابنده همواره محل دقیق منبع غذایی را به زنبورهای نه محل حدودیش رو اطلاع میدن. گیرنده های نوری توی زنبورهای کارگر منحصرا پرتوهای فرابنفش رو دریافت میکنه. نه منحصرا پرتوهای فرابنفش، نه پرتوهای فرابنفش رو خیلی خوب دریافت میکنه. و 26 در کشاورزی از نوعی تنظیم کننده رشد گیاهی جهت ممانعت از ریزش برگ استفاده می شود. کدام دو نقش زیر به این هورمون اختصاص دارد؟ که خب این سوال منظور از این تنظیم کننده رشد اکسین هستش. حالا کدوم گزینه کنترل علف‌های ارز بالا بردن کیفیت میوه؟ بله سریع خارج کردن جوانه برنج از آب انرژی برلین، پرشاخه شدن برگ برشاخ و برگ نمودن گیاه توتون و به خواب بردن بذرهای سیب زمینی آب نمیشه. به تعویق انداختن گلده گیاهان زمین و تغییر در فرآیند کلوسیتوکینین که کاملا غلط هستش. سوال 27 میگه که در تولید و فرآیند پروتئین سازی در اشرشیا کولای کدام مورد غیر ممکن است؟ 1. در زمانی که رشته پلی‌پپتیدی از ریبوزوم خارج شد جایگاه ای رناتن خالی است. بله. پس از اینکه تی‌آر‌ان‌ای و توالی آمینوآسیدها قطع شد رناتن یا ریبوزوم به اندازه یک رمزه جابجا می شود. بله. زمانی که جایگاه ای رناتن در حال خالی شدن است، ای همون جایگاه اگزیت، یعنی تی‌آر‌ان‌ای بدون آمینوآسید داره میفرسته بیرون. تی‌آر‌ان‌ای حامل توالی آمینوآسیدها در جایگاه ای قرار دارد. زمانی که اون میره بیرون tRNA حامل توالی آمینو اسیدها نه حاوی آمینو اسید، اون توالی آمینو اسیدها هنوز توی پیه. پس جواب گزینه 3. 28 میگه که کدام عبارت درست است؟ یعنی ما باید دنبال غلط باشیم. ما دنبال 3 تا غلط باشیم. همه جاندارانی که یون آمونیوم را مستقیما از محیط دریافت می‌کنند شیمیوسنتز کننده هستند. نه ممکن چیزی رو سنتز نکنن ولی یون آمونیوم رو بخوان. در میکوریزا رشته‌های ظریف قارچ‌ها به فضای بین یافته‌های پوست ریشه گیاهان نفوذ می‌کند. بله. هنگام باردگی‌های شدید هوموس یا گیاهخوار می‌تواند به میزان زیاد یون‌های نیترات را حفظ نماید. خیر، اصلا ممکنه خودش شسته بشه. نیتروژن تصفیه شده توسط ریز جانداران فقط پس از مرگ آنها، نه گاهی اوقات همزیستی می‌کنن همون لحظه میدنش به گیاهان. سوال 29 میگه در خصوص یافته‌های حسی عصبی مربوط به انعکاس عقب کشیدن دست چند مورد زیر درست است؟ خب الف، تعداد آنها کمتر از تعداد یافته‌های عصبی حرکتی است. حسیا تعداد یافته‌های حسی کمتر از تعداد یافته‌های عصبی حرکتی است که خب کاملا غلط. 2 در مقابل 2 هستند. طول دندریت آن از طول آکسونش بیشتر از صحیحه. دارینه آن و آکسون یاخته عصبی حرکتی در تمام طول در مجاورت یکدیگر قرار دارند. بله. از یک نقطه جسم یافته‌ای آن زائده خارج و سپس دو شاخه میشه. کاملا صحیح. جواب گزینه 3. با فرض اینکه در نوع گیاه نهاندانه یاخته میله حامل ژن A و ژنوتیپ تخم زمینی تشکیل شده ABB باشد کدام ژن نمود را میتوان به ترتیب پس از مادر B اومده از پدر A اومده به ترتیب از راست به چپ برای یاخته بافت خورش قطعا نمیتونه آ باشه و یاخته کیسه گرده مربوط به این تخم در نظر گرفت. کیسه گرده هم باید حتما آ رو داشته باشه. جواب گزینه 4. 31 کدام مورد درباره دستگاه تولید مثلی یک مرد جوان درست است؟ کدام مورد در مورد دستگاه تولید مثلی یک مرد جوان درست است؟ 1. اسپرم ها پس از تولید ابتدا توسط یک مجرای واحد به لوله پیچیده و طویل وارد می شوند که خب کاملا غلطه. پس از تولیدشون اتفاق نمیفته. اول باید بیان تو مجرا، بعد تو مجرا رد بشن، بعد برسن به پرخاشگری. غده‌ای که در پشت راست روده قرار دارد انرژی لازم برای فعالیت لازمه یا اسپرم ها رو فراهم میکنه. نه، انرژی لازم رو غدد ویزیکول سمینال و پشت مثانه است در واقع تامین میکنه با فروکتوزش.
سوال فوق العاده سنگین. مجرای زامبر از پشت بخش انتهایی میزنای عبور کرده و ترشحات غده ویزیکول سمینال را دریافت. پشت بخش انتهایی میزنای عبور کرده؟ خیر. مجرای محتوی اسپرم ها و مایع غنی از فروکتوز در درون نوع اندام به میزراه متصل میشه، منظور پروستات. کاملا صحیح. فرد ایستاده‌ای را در نظر بگیرید که پاهایش جفت کرده، دستانش را آویزان نموده و کف آنها را به سمت جلو قرار داده. به طور معمول کدام مورد درباره این فرد نادرست است؟ خب 1. استخوان‌های قطورتر دو ساق پا نسبت به استخوان‌های نازکتر آن دو به یکدیگر نزدیک‌ترند. بله، استخوان‌های قطورتر در سمت داخلی اند. کاملا درست. ما دنبال جواب غلطی. 2. استخوان زند زیرین نسبت به زند زبرین به بخش محوری اسکلت نزدیکتر است. کاملا صحیحه. زند زیرین به بخش محوری اسکلت نزدیکتر. 3. سر استخوان زند زبرین نسبت به سر استخوان زند زیرین در موقعیت بالاتری نه در موقعیت پایینتری قرار دارد. جواب گزینه 3. استخوان قطورتر ساق پا فلان دیگه کاملا درست هستش. مطابق با مطالب کتاب درسی همه فرآیندهای آزاد شدن انرژی از گلوکوز را که در گیاهان میتواند رخ دهد. در نظر بگیرید کدام مورد در مورد تولید ایون مثبت غیر ممکن است. خب بچه‌ها ببین، تو گیاهان ما همه مدل ها رو داریم. در واقع هم گلیکولیز رو داریم، هم واکنش‌های وابسته به اکسیژن داریم، هم تخمیرها رو میتونیم داشته باشیم. و عرض به خدمت شما در واکنشی که پیش ماده قندی 2 فسفاته و فراورده ها قندی تک فسفاته هستند، آیا ایون مثبت تولید میشه؟ بله. ببخشید، توی این واکنش اصلا ایون مثبت یا اچ مثبت تولید نمیشه. 2. جواب همون گزینه است. در واکنشی که فراورده نسبت به پیش ماده یه گروه فسفات بیشتر، هر جایی شما یه فسفات اضافه کردیم می‌بینید که یه اچ مثبت هم آزاد شد. در واکنشی که فراورده نسبت به پیش ماده اتم اکسیژن کمتری دارد، همین ویژگی رو داره. در واکنشی که پیش ماده و فراورده هر دو سه کربنی هستن، کاملا صحیح هست. شما حتما باید سر جلسه برای این سوال کل فرآیند گلیکولیز رو جلو چشتون می‌کشیدین و می‌ذاشتین. به طور معمول همه یافته‌هایی که از مراحل تخمک زایی که در تخمدان یک خانم جوان به وجود می آید دنای سیتوپلاسمی یکسانی دارند. نه بچه‌ها، دنای سیتوپلاسمی لزوما یکسان نیست. یک جنین دختر یافت میشه. همه یافته‌هایی از مراحل تخمک زایی که در تخمدان یک جنین دختر 2 مجموعه کروموزوم دارند. بله. یک دختر جوان یافت می شود در مجال با ساختار مخاطی و موژکدار قرار خواهند گرفت. نه، بعضی همونجا میمونن. یک نوزاد دختر وجود دارد دارای تترادهایی است که همگی در وسط یاخته و بر روی رشته‌های دوگ ردیف شدند. وسط یاخته میاد تو متافاز. ما توی نوزاد دختر هنوز نیومده توی مرحله متافاز میوز و توی پروفاز مونده و غلطه. 35. 2 بخش از هیپوتالاموس انسان را در نظر بگیرید که هورمون‌های بخش پسین هیپوفیز را می‌سازد. در ارتباط با بخشی که نسبت به بخش دیگر در موقعیت پایین‌تری قرار دارد، چند مورد زیر درست است. که خب اگر شکل کتاب رو خاطرتون باشه، 2 تا دسته نورونی هست، از هر کدوم 3 تا خارج میشه، یکی بالاتر یکی پایین‌تر و به این صورت قرار گرفته اند. هر کدومشون هم 3 تا خروجی دارن. خب در مقایسه با بخش دیگر، حالا میگه بخش پایین‌تر یعنی این، در مقایسه با بخش دیگر با آکسون‌های مرتبط است که طول بسیار بلندتری دارند. نه خب غلطه، همون خود بخش دیگره بلندتره. پایانه‌های آکسون‌های مرتبط با آن در ساقه هیپوفیز. نه، پایانه‌ها میان تو خود در واقع هیپوفیز، نه در ساقش. جسم یافته‌های عصبی مرتبط با آن در درون استخوان کف جمجمه‌ای قرار دارد. بله. در مقایسه با بخش دیگر با آکسون‌های ارتباط دارد که هیپوفیز پیشین نزدیکتر است، که خب کاملا غلط هستش. جواب 1 مورد. سوال 36 با توجه به کتاب درسی کدام عبارت درباره یک نوجوان سالم همان فرد 10 روز پس از آخرین مصرف کوکائین تی، همان فرد 100 روز پس از آخرین مصرف این اچ. خب منظورش بحث این که اعتیاد به مواد مخدر و بعد از گذشت زمان هستش. 1. در حالت تی نسبت به حالت این احتمال افسردگی بیشتر است. بله، چون زمان کمتری گذشته ازش.
در حالت H توانایی قضاوت یادگیری کمتر از حالت N است. بله، چون اثراتش یک سری از اثراتش بلند مدت باقی خواهد موند. در حالت H میزان فعالیت بخش پیشین مغز به اندازه حالت N نسبت از خیر کمتره. در حالت H نسبت به حالت T مشکلات احتمالی بینایی میتونه رو به بهبود باشد. بله. 37 سوال سخت نیست، فقط این سوال 36 فقط ظاهرش رو یکم سخت کردن. در صورت بروز کدام رخ داد یک یاخته طبیعی میتواند دستخوش ناهنجاری ساختاری در فامتن بشود؟ میگه که یک مبادله دو قطعه از فامتن کروموزوم های همتا در میوز دو نه ناهنجاری ساختاری نمیده. قرارگیری نوکلئوتید آ به جای تی در رمز مربوط به ششمین آمینو اسید ممکن است راه ناهنجاری ساختاری نده. جدا نشدن فامتن‌های کروموزوم شماره 21 از یکدیگر این هم ساختاری نمیده، یکی کلا اضافه میمونه. جدا شدن قطعی از یک فامتن و اتصال آن به محل جدیدی بر روی همان فامتن قطعا ناهنجاری ساختاری بهمون میده. 38 در ارتباط با بخشی از پوست انسان که برای مدت طولانی تحت تاثیر اشعه فرابنفش خورشید قرار گرفته کدام مورد به طور حتم رخ میدهد؟ یک ورود یاخته مرحله G0 نه، ممکن است برن تون تقسیم بشن. تغییر فعالیت نوعی پروتئین قطعا داریم. حالا P53 فعال میشه برای اینکه مشکلات فعال بخشی که P53 تو کتابتون اشاره نشده، منظور یه سری پروتئین هایی که وظیفه‌شون اینه تنظیم سلول ها رو بررسی بکنن فعال میشه. افزایش سرعت تقسیم یاخته ها نه لزوما، مرگ برآمدشده یاخته ها نه لزوما، میتونه سالم مونده باشه. جواب گزینه 2. 39 به منظور تهیه کاریوتایپ یک فرد مبتلا به نشانگان دان از کروموزوم های کدام مرحله یا مراحل تقسیم یاخته میتوان استفاده کرد؟ از کروموزوم های کدام مرحله یا مراحل تقسیم یاخته میتوان استفاده کرد؟ کروموزوم های مرحله متافاز بهترین استفاده برای کاریوتایپ هستن چون فشرده ترین حالت ممکن رو دارن و واضح ترین حالت ممکن. 40 مطابق اطلاعات کتاب درسی نوعی رفتار فقط در دوره خاصی از زندگی جوجه غازها دیده می شود. کدام عبارت در مورد این رفتار درست از نقش پذیری منظورشه؟ و جوابمون یک میگه میتواند باعث افزایش موافقت تولید مثل مادرش. بله قطعاً، چون مادرشون دنبال میکنن زنده میکنن. باعث میشه تا جوجه ها تنها با پرنده همگونه خود نه لزوما به طور کامل هنگام تولد در جوجه ها ایجاد شده و رفتاری کاملا غریزی است. نه، به طور کامل نیست، بعد از بزرگ شدنشون بیشتر میشه. نوعی رفتار خوگیری است و امکان سازگار شدن جوجه ها را با محیط فراهم میان. خوگیری نیست، در واقع عادی شدن نیست. 31 در ارتباط با قده فوق کلی یک خانم جوان چند مورد زیر میتواند درست باشد؟ میگه که الف و پرکاری بخش قشری این قده، صدا به صورت بم در آمده و تعداد موهای صورت زیاد می شود. کاملا صحیح. منظور جایی هست که تولید هورمون‌های کلسترول داره که هورمون‌های جنسی هم جزوشون هستش. با کمکاری بخش قشری این قده غلظت گلوبول‌های قرمز خون بالا می رود و میزان برونده قلبی بله چون کورتیزول و آلدوسترون و هورمون‌های جنسی میره بالا و همه اینها باعث میشه نیاز بدن به اکسیژن بره بالاتر. با پرکاری بخش قشری این غده عضلات و استخوان‌ها ضعیف میشن. بله پروتئین‌ها تغذیه میشن. با کمکاری بخش مرکزی توان فرد بله بخش مرکزی اپینفرین نوراپینفرین بود که برای بحث استرس بودش. 42 مطابق اطلاعات کتاب درسی در خصوص 5 ساختاری که در مرحله فشرده شدن فامتن یا کروموزوم نشان میدهند کدام موارد نادرست است؟ در ساختار دوم و پنجم مارپیچ درشته‌ای وجود دارد. درسته. در ساختار سوم و چهارم ساختارهای فنری وجود دارد. درسته. در ساختار اول و دوم وجود میان کنش پروتئین‌های ساختاری ضروری است. نه لزوما. توی ساختار اول نه لزوما. واحد از 4 هم درست. با فرض طبیعی بودن مقدار اکسیژن محیط و در نظر گرفتن هر دو صفت هموفیلی و داسی شدن گلوبول‌های قرمز، کدام مورد میتواند نشانگر حالتی باشد که فقط یک نوع ژنوتیپ برای فرزند دختر محتمل است و این دختر فقط فنوتیپ مادر را نشان خواهد داد؟ خب داریم راجع به هموفیلی و داسی شدن حرف می‌زدیم. این وابسته به جنس، این غیر وابسته به جنس. و سوال راجع به حالتیه که دختر توی این قضیه حتما شبیه به مادرش میشه، یعنی بیمار سالم به ترتیب گزینه 1 و 3 2 4 و رخنمود مادرش رو نشون میده حتما. خب اگر پدر بیمار باشه اس از گزینه 1 شروع کنیم بهتر. مادر بیمار، پدر بیمار. بچا ببینید توی این حالت پدر بیمار، من دونه دونه گزینه‌ها رو اینجا میکشم و بعد پاک میکنم. پدر بیمار این از این و اینم داسی شکلش. مادر بیمار
این از این. خب اینجا توی این حالت فرزند رخنمودش هم شبیه پدر در میاد. پس توی حالت 4 و 1 گزینه اصلا شرط سوال رو نداره، چون اگر دختر شبیه مادر در بیاد شبیه پدر هم در میاد. 3 و 2. 3 میگه مادر بیمار، این مادر بیمار و پدر سالم. این که هم میتونه اس کوچیک باشه، اس بزرگ باشه که من نماینده داسی شدن گرفتمش. حالا میگه مادر دخترش باید بیمار باشه، پس این حالت باشه. بعد گفته فقط یک نوع ژن نمود برای فرزند دختر محتمل است و این رو نه، اگر ما این حالت رو در نظر بگیریم ممکن نیست. خب اگر در واقع مادر برای بیماری داسی شکل ناقل باشه، دختر میتونه هم سالم در بیاد هم ناقل. مادر سالم، پدر بیمار. پدر رو بیمار بکشیم و مادر سالم که این میتونه هر چیزی باشه، این هم میتونه هر چیزی باشه. میگه آقا دختر سالم باشه و از طرفی بیمار هم نباشه. بله کاملا ممکنه. جواب گزینه 2. 44 کدام ویژگی را میتونن برای هر نیمکره موجود در مغز انسان در نظر گرفت؟ میگه که در بخش خارجی آن جسم یافته‌های عصبی و رشته عصبی بدون میلین وجود دارد. بله توی هر جفتش همینه. مایع مغزی نخاعی حفره بطنی درون آنها را پر کرده است. در مورد هر نیمکره موجود در مغز انسان مایع مغزی نخاعی حفره های درون اون رو پر کرده. نه کاملا غلطه. در یادگیری تفکر نقش اساسی را دارد. نه. با لوب بویایی مجاور است. نه. برای هر نیمکره مقدور نیست. جهت 45 سوال آخر. در یکی از لایه‌های ساختار بافتی دیوار نای بخش حجیم وجود دارد که دو انتهای آن توسط بافت مایعی صاف به یکدیگر متصل شده. کدام مورد زیرا نمیتوان درباره این بخش بیان نمود؟ در مجاورت با تعدادی غده ترشحی، بله اونجا پر از قدرت ترشحی. حاصل چین خوردگی مخاط به سمت داخل نه به سمت خارج. انواعی از یافته‌ها رشته‌های کلاژن و ماده زمینی دارند. بله. با فاصله از یافته‌های سنگ‌فرشی چند لایه. بله. و این هم از این. امیدوارم که به درتون خورده باشه و استفاده بکنید ازش. خسته نباشید.